سلام به برنامه دندان انبور خوش آمدین. من سیترا هستم، باز هم با غذاهای دلخواه شما. امروز آشپز را داریم که شمتلو جان بر ما غذا پخته میکنه و غذایی که پخته میکنه ببینیم که چی پخته میکنه. ما برای شما یخنی جور کردیم. یخنی جور ما برای شما یخنی جور کردیم. یخنی بدونست کتی قزلاق یک جای کردیم. بیارین دیگه، من گوشه هستم، از گوشه که مردم دوستای عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم. یخنی است همراه اینه یخنی همراه مرا میده اینه گلاس، اینه چای بر، اینه چی خدا این چی چیزا انداختن که برام یخنی بدون است که قزلاق هم است، گلسر هم است. یخنی چیز است دیگه، یک کمک ویدی یخنی. نوش جانتان، خوش آمدین در خلایت ما. برای اولین بار آمدین، خوش آمدین. نوش جانتان، آمدن شما را خیر مقدم میگم. اینه چای، پیش اینه چای. پایتان بسیار برنامه میکنه خدا میشه کلی جایش نه برنامه جور میکنه. چی می خدا خب میشه دایی لیستایش به احتمال زیاد گفتم میتونم بودم میترسم دسترخوانم از دسترخوان ما بسیار دسترخوان مقبول چشمایتان مقبول است. این گپ عزیز دایی چی انداختین دیگه؟ بدون است، قزلاق است، سیره است و کندی است. کندی انداختیم. اینا کی هستن؟ اینا شاگرد ما. خوش آمدین، خوش آمدین. بازم به منطقه ما خوش آمدین. اینه قاشق، این قاشق نیست. اینه چای بر، اینه گلاس. نه چی؟ چیز است از استاد من خوب یک طلم می نوازه. طلا نواز بسیار خوب است. اجازه شما است لطفاً بخوانم بنوازم. تشکر دوستان. این بود برنامه این هفته دندان و انبور که تقدیم چه باشد. دندان و پلاس، دندان انبور، دندان انبور. تا برنامه بعدی شما رو پلای. شما دعوت کردین یا خودش آمده خلیفه؟ خودش آمده. تشکر. چقدر مردار خور هستین شما. تشکر. چقدر مردار خور. تشکر. چی انداختین دایی؟ خدا به دوستا. چهره تا که میبینم سرم بد میخورم. چهره تا میبینم مرگ آمدی بخیر. تو کی گفته بود کثافات تا کده بود دو بغلبان؟ ضرور است همیشه کسی کار بیغال دریش سیاه مگه شوشتی؟ کل چیز آماده است، چرا میت میکنی؟ چرا او را شوشتی؟ مثلا نگفتم نشوی. دریش سیاه زره پاک برید. حالا بگیرم میدم کلیت از کار نیست. کلیت از کار نیست. کلیت از کار نیست. بیا. چی میکنی دو پشت سر؟ کوچه صافی میکنم دیگه. خودت میبینی کوچه صافی. ما دیگه اون حرکت جور کردنت بی عقل احمقه. مازی واسه که بهم یک چای جور باشه، یک نان جور باشه. خونه کسی که بخواست خونه لازم است که دست می چیزی نام برای از این کورتی. کور استی نمیبینی؟ کور میگی برو کور میگی. باز چی شده؟ کارت یاد نداری کار میکنی؟ باز چی شده؟ خوین می کار است که میکنه، می کار یاد نداری باز کار میکنی. چی پاک میکنی ره؟ سرمایه را خریدی که میره کدی آشپزخانه پاک میکنی، باز روی دانش روی خانه نکردی پاک میکنی، خالی نکردی که پاک میکنی. سلام علیکم. آمدی بخیر؟ راستی بخیر باشی. 8 مارچ بر تبریک باشه. 8 مارچ بر تبریک باشه. روز زن. 8 مارچ چی است؟ من روز زن است.
در بسته سال موی کشک میکنی، هر روز می بدخلقی، بدتنگی، بد اخلاقی، زدن، کندن. بازی روز 8 مارچ به روز مقدس زن که هست، اینم باز یک دانه گل خوش که میاری اینم اینطوری میپرتی. بازم تشکر که تحفه میاری، اما ای کاش به جای می گل همیشه همراه زنم قسم مهربان باشی. همراه یعنی تحفه هیچ وقت اهمیت نداره. تحفه رو چی کنم؟ بیا اهمیت نداره. یمی که مرا خوش نگاه کنی، یمی که همراه ظلم نکنی، یمی که همراه با مهربانی و با مهر و محبت رفتار کنی، اینمی هر روز برای یک زن روز زن میباشه. حدیث که هر روز میکشه کدی مویم چی قگک شده. یعنی روز خوشم است، یعنی روز خوشم است. روز خوش سگا. یعنی روز خوشم است. ما که باز خوبی کنم اینترسنه. یعنی روز خوشم است. شرافت زنش نمیفهمی. روز زن که باز بگی بازه. روز زن که باز تدبیر کنیم بازه. هیچ نکو. هیچ ای فضا بگل کنم بر تو خود. دختر از همسایه ما سالگیریش پدرش گرفت. حال ما چه وقت تولد شدیم، چه وقت سالگیری مرا میگیره پدرم. حال ما هیچ روز سالگیری ندارم. اونا پرسان میکنن در کدام تاریخ در دنیا آمدی. داری میره چی کنم در جبر. بگی بچه بگی صافی که ورد از زمستان خلاص شد، ورد دارش دیگه. تو نکنی کی کنه، من نمیگم تو بگو. کی کنه؟ ما نکنم، تو نکنی، او نکنه. خیلی کی میکنه؟ اسامه، اوباما، سرکوزی. نه بیژنجان قندزی، بیژنجان قندزی. سلام. وعلیکم سلام. تلویزیون چی نگولی؟ تلویزیون؟ با کاری داشته مردکه. امروز 8 مارچ روز زن بود. ما 2 ساعت لیکچر دادیم درباره زن. روز زن چی است؟ روز زن تجلیل بخه تلویزیون چالو کو، بخه تلویزیون چالو کو. ما 2 ساعت گپ زدیم درباره زن. یعنی زن یعنی چی؟ زن چی کنه؟ زن باید چی قسم؟ در تلویزیون مصاحبه دادیم. ما در تلویزیون مصاحبه دادیم. نه در رادیو مصاحبه دادیم. در تلویزیون. بخه تلویزیون چالو کو. بخه خود تو چک در چه بیار. ما یاد ندارم تلویزیون بخه چالو. چی گفتی پدر در مصاحبه 2 ساعت؟ گفتیم که ما درباره 2 ساعت باشه. خب بستم 2 ساعت بستن 120 دقیقه میشه. 240 دقیقه دو میزنیم ما درباره زن گپ زدیم. 2 ساعت لیکچر دادیم به خاطر 8 مارچ روز زن، روز جهانی زن، که زن باید خشونت نشوه، زن باید ظلم سر زن نشوه. خشونت چیست؟ خشونت اینیست. اینیست. نزن ما را ولو تلویزیون چالو میزنم گلاس نمیتونی کنی. حداقل دمی روز زن خو نزن. خدا ما آمدم تلویزیون و تیر شده. نه اون مصاحبه ما تیر شده. من درباره زن که صحبت کردم. مصاحبه ما تیر شده. مصاحبه ما تیر شده. ما که آمدم برای متوجه نبوده که پدرم ما صحبت کرده. پدرم لیکچر داده درباره زن. درباره زن لیکچر میدادم. لیکچرات یک دوش عملی کو. ما خب همین سن سال برالات تو از شیشتن چی جور شد از تو؟ از تو چی جور شد؟ تپی که شیشتی، شکم تویزان، ورزش نمی کنی. ما درباره ایزی گفتیم که زن باید ورزش کنه، زن باید کار کنه. برو تو دختر رنگ تا گم کن، دختر که میزنم، رنگ تا گم کن که کبھی گلاس میزنم تو را. نکن دختر به جرات جور کردی بخی. 8 مارچ است چیست؟ 8 مارچ است. 8 مارچ است که مارچ تا. 8 مارچ است که مارچ تا بکنم. بین می خوش است که مارچ تا بکنم. نه بخ یک گلاس چای بیار. یا کمپالا بیار خو کنم. برو کمپالا بیار خو میکنم. آسان کمپالا بیار برش. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از دست شما دیوانه میشم. من دیوانه میشم از دست شما. روز باش که روز مادر است. خدا کنه اگه چیز بیاره بچه چیز قیمتی نبیاره، پیسه اکایش مصرف نشم. چه روز زن در کدام خانه شده؟ تو پر کردی در کدام خانه؟ در اون خانه هستم. سلام بچه خوب هستی؟ سلامت باش زنده باش. واسه دسته مادر. چرا؟ وزن بیاجا. بشه چی گفت برات؟ روز داشتم سلام قال میکنه این مادره. من مادر جان گفت همیشه خدمتش میکنم. قد گیلاس این مادر از این همه ترس. مادر از این همه تو اول نگفتم که مادر از این تو همه تو چیز. نه گفت مادرم نیستم. مادرم بددعا میکنه. میگه از خاطر تو قرض داشتیم، از خاطر تو مادر تو طلا خریدیم، انگشتر کردیم، تو انگشتر به اون سودا کردیم. بس امروز پیاده میذاره پیش همین دخترای همسایه، پیش همسایه که برای رسوا کرده. برای یک مرد حفاظت از خانمش ایمانش از وجدانش است. میفهمیره؟ برای یک مرد حال چیکار مقدم؟ چرا من مادر خودم میگه. تو همین قدر حیثیت داری؟ نمیفهمی می اولاد یک کسی است.
تمام خانواده خدا به خاطر شوهرش ایلا کرد آمد اینمیجا قدم ما و شما گزاره میکنه. اینمی به هستمون گزاره میکنه به نیستمون گزاره میکنه. تو میسر از یه رقم کپ میزنی؟ چی گفتی امروز میگه بسته بود سر؟ نگو به خاطر امیر آردم جاز نزن با من. نه به خدا این پشت عیفش که روز مادر است نه؟ عیفش روز مادر است اگر نه اینه تربیت اصلا موی نمیماندم. روزن تعلیه کردی اگر نه روز مادر نمی بود یک تربیت هم سرت نمیماند. به خدا مادرم است. این دو چشم پدرم است. خاطر همی کیس انداختیم در اروپا میخوایم برو که راست میدونم میدان اوی پایین شوم همی دو تا را اول ببرن نبی خانه سال مردا پرتم. مرزی خانه جدا که رقم میشم دیگه من سر از این فقط همی رفتم صبر که تو روز مادر دم مرا گرفتم میفهمی نمیفهمی؟ بیرون که سر شورشورای نخوری. روز پدرم مال ایجاد شده. وردار زن وردا پس بیسته بیایسته یک لقمه نان نتین نره. روز پدر چه وقت میشه که من بیاب شو تو شکوشم میشونم خال نشم میشونم آقاشم زن ما خال میکنم. الله خیر نبینی دختر. روز پدر چه وقت میشه که من بیاب شو روز پدر. اگه اینمی تو اخلاقت خراب نگاه کنی روز پدر لطت میکنم. من نیاز ندارم باز. نیاز نیست. کتی خانه مغال کنی. نه ده غضب شوی. خیر روز پدر رو که باشد بچه بعد من بیاب میشم خیر. دیگه برده که کلگی زده تو دیش عروسی رفتیم نی دختر سنتل یک رقم خود سر ما ایلا کرده بود که که با بیت موترش کنه است. میگفتیش خودتان بگو ده خر لنگ داشتین بگو 1 کیلو ماس از دکان تا خانه می آوردین دوغ میشد سر خر لنگ تیت می آوردین. شما چی داشتین میگفتی؟ نه باز تنها خونه بود اودگام بود نه مندیلا. چی گفت؟ مندیلا میگه مادر تا میسر کالا پوشیدن خدایی چیات نداره سعی که میگه یخن شه. از ما یخن مود است این کلان من میمانم این رقم مود است. خودشه بگو مادر خودشه اون روز بوجی آرده تو بینش غار کرد کلی خاطر کرد میگم چی است میگم مود است مود است. من با سودگیش میگفتی بوجی پوش. نه من میفهمم چی گفتم. من میفهمم چی گفتم خوب است که یخن خدا لچ مانده نوش جانش. اصلا اینمی چیشتر خانه قرار زناور بین زنا این بابه تلال باید پشت خانهش بره دقیقت لغت بگه مرد دستی برای شب از هم یک قبور زنا نمیتونی به شرمی های سر با بازه موتر نه راست میگه میفهمی خوار شنتل چی گفت؟ خوار شنتل او هم گفت میگه کل سویه را از ما یاد گرفتین شما نان خوردن تان یاد نداشتین. سویه او از سویه بگو ایش تو گب نزن گناه مزان نیست این بیساویه ما رفت تو مرد تلفن نبیگی دخترم اینجا تو بگی شمارش دایر کو شمارش شماره که رو دایر میکنی؟ نه من تلاره قطع کن. من میگم شما از اون مردم های هستی که در خانه درخت نداشتین آنتن نداشتین مردم درخت معرفی میکردین اینقدر نادیده بودین شما مردم در سر بامتان یک دانه دیش آنتن بود برای مردم میگفتین ورکندیشن است در تلویزیون تا ریموت خود نداشت چوب دراز گرفته بودین سویچه‌اش میزدین میگفتین ما ریموت داریم فقط ما نمیفهمیم شما را. دخترت نمی قسم نصیحت کو دخترت نمی قسم تربیه بده از اینکه بفهمانیش که غیبت خانه کسی دیگر نیاری جا غیبت کپی کسی نزنی جا. ما برای خود زندگی میکنیم نه برای مردم. ما برای خود ابرو عزت داریم حرام نخوردیم رشوت نخوردیم دست ما که خون مردم ککن نیست. یعنی گپاره نیزدی تو را میگفتم اوزان برو قدر زور تصور من شل بیتی لکی میگفت برو اون شاور از اون بزن نه تو را میگفتم شاور از اون امی قسم تو را نصیحت میکنم کمی که شاور از اون بزن آمد سر اگزام پای بالا میکنی 20 سال گوش مرا خوردی 20 سال جگر مرا خوردی 20 سال دل مرا او کردی امی تو دخترت نصیحت کو اجازه بده دخترت اینمی تو نصیحت کو اینمی تو بفهمانش که شاور بگیره 20 سال 30 سال گوش زور بخوره. سیکو بس دیگه دختر مادر مقدر گپ نزن. در ممنون مگارش کن دکی میمونه چی؟ مامولانی. خلاص من برای خود یک دربندر پیدا میکنم خد جلی و عمرم ضایع شد. برای ما یک کشی کمار پیدا کو. ما میرم یک کرناکا پورا میگیرم.
سیم کارت پیسه دوز ما کجاست؟ سعی کن مرد کمی صبحکی تشناب میری او اعلان نمیکنی کل خانه رقم چی میشه تو نمیری فلاش از بغلا کش کو او میره خیلی او غاره که اوجا مسئول از کجا؟ را شپ نکنی دیگه چیز است ما خونمو را کشیده ایستم انداختم نه از دیگه جای باید دوغار پرتی چی حال ما مادر بخیر صدای چی سی؟ دوستایم است میمان می باز بخیر بچه ما افغان هستیم بدر غیرت داریم ولی اگه 4 5 6 دانه میمان دخ 16 نفر است خود بگیره مادر 20 دانه میمان دارم از چپن مادر بخیر سودا آوردی که من بخیدم جور دختر رو روان کنم که جور کنه سودا گرفتی سودا را چه ضرورت است که ما سودا بگیرم مادر دیگه خوب همون چیزی که از آشپزخانه برو پخته کنین دیگه برای کم نیارین برای دوستای ما رفیقای ما جان حالا بچه یک شب دو شب نیست بفهمنی رو بچه مادری مرا خو بفهم یک کار که بچه میگن شو خانی هم دوستا و رفیقایت برو قصه کن هر شو نمینجا چی گپ است بچه اونا جای ندارن کسایی که جای نداشته باشن لیاقت رفاقت ندارن از زیر پول نفر نبر کسایی که در خانه ارزش داشته باشه یک لقمه نان تخورد یک لقمه نان هم برات میتونه بته ایدال بچه من چیز دیگه مادر ما میفهم غیرت ما مادر ما میفهم غیرت تا میفهم مو روزم همشیره تا زدی در آشپزخانه چیش میشه قپوندان دی مادر تو مادر یک دقیقه گوش کن همشیره جوان داری مادرت جوان است گفتم میمان دارم 20 دارم مادرت هستم میمانه مرا کم بری در سن سال سر ما سیاست نکن بچه خودت که یک کار بار پیدا کردی بازندی ولکای تا بیار میمان میکنی یک شو دو شو سه شو بخیم یک اتاق برای زمونا میتی شو تا صبح قطعه خو میزنید همشیره دست خانه برآمده نمیتونه یک تشناب تا تالیس کلگی ما استفاده میکنیم بیا یک تکسی بگیری بیا پیسه شما میتونه موتر روانه بچه یک تکسی بگیری بیا پیسه شما مجبور میکنم مادر پیسه یک دفعه می تلفن تا بچیم اگه یک تلفن مرا پیش دیدن ما دیوانه نشدی مرا می تلفن نمیتون میمانه برای حضور نکنی پدر کی گور میکنه کی قبر میکنه برا خودت بموری واسه آدمای نسیم دفعه تازی بیوه شوه کی قبر میکنم قبر کن رو که من نگویمش که میکنه قبر وکیل گذار میگه برو بچه تو میمانه حالا در کار قسم خدا شوید قسم با یک نفر رفیق تا ببینم دعا کن چپا دعا بتشه فاش برو بچه برو رنگ تا گم کن جای میری برو تو باقی غیرت تو رو میبینیم کرای اندیوالت تو از پدرت میخوایی این دیگه غیرت تو ترکیه چی تا کوت سنگیر تو رفته نمیتونی اگه پیاده بری بچم خدا گم میکنم مادر گم کن خدا رنگ خدا گم میکنم گم کن بچه ابروی خدا گم میکنم گم کن دیروز گم میکردی امروز درست بشد برو بخیر رفتم مادر گریه نکنی مشترم برو خوشحال هستم گریه نکنی تو برو خدا گمت کنه نه مخادر مانو پدر و مادر حق کنم پدر و مادر حق کنیم حق کنیمت پدر حق کنیمت برو بعد پدر از حق کنیمت برو سی دفعه میگم چی بچه را بخی بریم در این پارک یک دقیقه بشینیم بخی بچه هم رفت بریم دیگه ما تو بیا میشه بشی در کجا بشینم؟ تو شوخ شدی آجی کف نمیزنی زنگ بکش برای پدرت زنگ بزن بگو ما اختطاف شدیم خدا بیامرزه خوبه پیوست برای مادرت زنگ بزن بگو ما اختطاف شدیم موبایل ندارم مادر موبایل ندارم چرا برای مادرت موبایل نخریدی؟ یک قدر تو آدم ظالم هستی خودت تجار مادرت به موبایل یاد ندارم موبایل یاد ندارم دروغ میگم ما نه دروغ نه خواهی با کی زنگ بزنه ما دست ما غیلا برو نفس فقط دانت بسته بود نفسک میزنی یک نفر از $1 دست رفی کار میکنی ما تاجر نیستم تاجر منشی هستم پیسه مردم حساب میکنم مکمل یک ماه ما تو رو تعقیب کنیم در یک ماه تحقیق تا صحیح نبوده ما منشی ما پیسه مردم حساب کنم دریشی در قیمتی شاری نمیکنه از پیسه مردم حساب میکنم این دندانه طلایی منشی باشه دندانش
خدا راست دیگه راست دیگه خدا یک چیزه خدا راست دیگه خیر ببینی این ظلمه ماشت یک نفر از من قصدار از هم رو زنگ میزنم یک زود گو چند داری سرش چند داری زود گو خواه این درو بله فلانی خوب هستی بچه شما پیسه رو بگه یک جناب محترم اختطافچی صاحب مرا اختطاف کرد جناب اختطافچی شد جناب اختطافچی 2000 سر خودش 700 سر بیادر شد 2700 پاس کو قطع کو $1,00,000 $1,00,000 یعنی پاس کجا کنم $7,500 سر از این نفر قرضدار است در شرکتش کار کرده پای ماماشم مانده یک وقت پیش از تاجر شدنم دیگه 2700 قرضدار دیگه بود چند شد 79,000 تقریبا $1,00,000 اوه احمد 40,000 روپه ما سر تو مصرف کردیم که تو اختتام شدی صحیح است حالا این 10,000 شقابا پورا کردم باش که دیگه شب به قرضای دیگه به یادم بیارم دیگه تو امروز قرضه تا جمع میکنی ها؟ پول لغ نیست بلیاز خدا نیست پول لغ نیست بکش خدا نکن بازا پاش یک تا بزنم پای بخیرم بوتو بخرم نکی بوتای بس در کجا دیم؟ بیا که ما تو یک سنجش کنیم که چی کنیم بله بیت موتر رو بیاره دیگه بکشین لاشه اما وعدای چرب و نرم جناب شخص اول ما را خراب کرد. کابل ولایت از مادر یک بچه باشده موتر نشینه در یک ساعت یا پکور خوب است بیادر جان جور صحت داری شکر بشینیم بیادر بشینیم بیادر کابل ولایت دمور نه یا زوی پدی موتر که دینی کینی چنده؟ اینه بشوری 300 پشتر 200 داله چند؟ داله 50 روپه 50 روپه؟ آه امیر بالا کن کابل ولایت نباشیم که دمور تازی نه یا ساتیری زوی کن نکینی در چی؟ یک ساعت پکور ده بگو نمیشم جای گفتم برای از که پای تو اگر بایک در راه دید باز گله نکنی این زنت است؟ بالاش بیا بله ها چی کار بالاش داری؟ یعنی زن شرایط است؟ بله اما 300 روپه گیره برای من خالی نمیتونی خودم اونجا میخوایم میشیم زنت هم 50 روپگی میشنی اولادکه تا 50 روپگی میشنی تو در 300 روپگی میشینی بیا اگه جای نمیشی که من از 300 روپگی میشیدم مشوی از اوستم ها او زنم از زن نمی قیسیت دار در افغانستان دو چیز در جزگه که خونه برامده بیا به تو فامیده بزن بیا بدر پشت سر بشی خودت در 400 روپگی میشینی نی؟ خوشا بالت ده حرکت کو قربان غیرتت آیستا حرکت کو یک دوی خیر خداوند سفر ما رو بی خطر کنه یک دعا کنید بیشتر بالا کنید بچه یک دوی خیر بسم الله الرحمن الرحیم سودا کردیم والا سودا نکردیم دیگه اینم چیزا رو دادیم برشان میگه یگان تا خوب است یگان تا میگیره یگان تا قلبی تربیز سانده ای بیاده عطر خارجی است نه آمده اف رقم عطر گدوت کردیم اگه میخوای داخل دکان برو میزنه تا آزمایشی است عطر ها جدید آمده چه رنگ روی میتی چه شرم کو شماره از خور خود مادر نداری نی شماره از دکان است ما به خاطر 180 روپیه روزانه کار میکنیم اینجا رقم آدم گپای ناق تا میزنی گم کو قواریتا نشانی نگاه میکنم قد خود مرگی دکان شماره نمبر دکان 20 شماره خودت دایش نیست شماره خود دبته شماره مرا چی کار داری؟ موتر 2000 آماده است برو پشت از او ما اگه پشت از او گپا میگشتم حالا این غریبی رو نمیکردم به خاطر 200 روپیه جستاد نمیشد یا برای $200 میتونم این فرهنگ هیچ وقت گم نمیشه از شما نمیبینین ما غریب کاری میکنیم در خالی ما کسی کار کننده نیست مرد نداریم شرم از بسیار از مردت اینا لکشت گفته بود بیا در موتر بشی چکر میتم داخل خرچی تام میتم برو خود چکر بکی برو بگی میال در جیبت مشاک همسایی میزنه دیوانش دی بیادر امی کاغذ یاتر اینی قسم بده اینی قسم مرا بده دورتر ایستر چیو بده بره
مردم هستین به خدا شما قواره رو سایکو این دکان نمبر دیوانه را 147 دکان نمبر 6 چرا؟ این چشم قدرتی می تو میره اتر میخرین یا نمیخرین شما رو یک شوی بگی خوب چارشانه زیبای اندام والا قرار خود دخانه بیشه شوی تا بگو که قرار شواره تا بگو که کار کنه برات بیاره مادر من کینان میته اولادای را کینان میته به خوارکا و بیادرکای خورد من دیدی کینان که میته اقتصادت خراب بود چرا قدر اولاد آوردی نداره مجرد است مادر من تو غرض نیست به زندگی شخصیم کار کمک کردن نمیتونین یا گپ ناقتان نمیزنین شما دیگه اگه شوار بگیری خب بگی ما از میزان سه ما بگیریم ببره برو بیادرک برو اگه چیزی بیادر نگو بس کو چی گپ است اب کاغذ خو بده سایکو بیادر پلیس دون که قواره به خدا صاحب دکان صدا کنه بهش کم لغتت میکنه خرم کاغذ خو بده نمیتون برو قواره تا گم کو کار نمیکنه بیچ لودر از دست شما مردم هیچ کارم کلا نمیتونه دیوانا خونده سرتان از شما از خانه بیرون شدن نمیتونه چرا چقدر جامعه مرد سالار است کی کڑیا شیر دیا والا مدیر صاحب نمی روزه اگه متوجه شده باشه نه هیچ می پروازهای خارجی بسیار کم شده نه از صبح قدر کم شده اما نه با خدا جیب درد کده ما را پیش بو پروازهای خارجی بودیم پروازهای خارجی که می آمدن نه از خارج می آمدن پیسه میدادن ما رو شیرینی میدن تو میگیری دیگه ها بازم که تو بیکای شادی تو شرنگ میکنه بوتلای پرستامول برو کار تکو که میاین دیگه او طرف مدیر صاحب میگه چیز اصلی ما تیزومت زیاد شده تایارا نشست میکنن تایارا نشست کرد ننگ ولای تو پاک میکنه مشتر گلولت وریه گلولت لاتاکش میکنه مش لاتاکش خوش آمدید سلام علیکم خوب سعادت داره شکر الله خیر باشید ما اینی سارا کلش پاک کردم اینی سارم پاک کردم بسیار خوب کردین یا خیلی سر از کجا آمدید شما من از لندن گوشت خیلی تو معلوم میشه فقط از چیز آمده باشه امریکا از امریکا آمدیم ما یک شیرینی نمیتی بسیار خوش آمدید شیرینی چی؟ اینال 3 نفر تا بار از ما پیسه گرفته باید که تا اینجا آمد دستخوشی نمیتی دستخوشی میتی برو الهی ما بسیار سلام علیکم خب هستین بخیر هستین سلامت هستین بخیر آمدین بخیر هستین شمتل هستم مدیر افلاکات شلمبات خوش آمدین آمدن شما را خیر مقدم میگیم صفا آمدین قربانتون خوب شد یکی از مدیرا رو دیدم اینجا باور کنید در میدان هوایی تایم پرواز خارجی میشینه این دفعه چندم از ما میایم از همون سر پیسه گرفته رو شروع میکنن از همین پیاده ها گرفته تا هم کلانا را مدیر صاحب شما میناره بفهمونید خیر نمیفهمونم بخیر آمدین بخیر باشین خوب هستین بخیر ان شاء الله شکر زنده باشین با ما معرفی شدین ما بخش ارتباطات عمومی بالای طیاره هستم بفرمایید شما اون طرف برید شما توفه همگی میارن نه اینا با توفه با استاد توفه است تشکر بالا ناقص میگه یک موبایل تشکر بسیار موبایل چی بسیار زیاد تشکر در ایران ما برای قوم آوردیم اینجا میدان هوایی است یا چوره سیال انداختید به خدا شما اوسی کو چیال انداختید به خدا مدیر صاحب برای من یک موبایل آورده بود نماندیم که ما را بگیریم بایک کو با خدا در میدان آدم چور میشه تکایتان خوشم آمد اینا چور کردن بسیار غریب است یه رخصت کنی بسیار غریب است بایک کش از میدان برو کاکا برو پاسپورت برو با بایک بکسکش بده ما ام بکسکش برای خیر ببینید بخیر باشین یعنی بوتکای خارجی سالا خوب قایم است تشکر بیادر زنده هفت ما را بس است هفت ما را من میگم چیز است این مکتب ما چه وقت صنف خواد جور شد صنف چی میکنی بیچ باور کن خیمه خوانده چیه ما فهمی یک دو ماه میشه عروسی کردیم این عروسی ما رو خبر نکردی چقدر تو خبر نشدی مرا خبر کرد مرا مادرم نما مادرم گفت دختر صنف هفت هستی دارسی چی میکنی خاک دست سرت گفت وزیر کام برد کالا نخرید بله سعی که ما پر چی میگم کمی آمدم خانه آمد خودش کی آمد؟ شوهرم آمد خب زیر پیرانی دم جانش الله چی میکنی خوارک؟ خانه آمد دو بگو قصای بیشرم نه بیشرم نیست چی گپ داره این دیگه مشکل نداره راستی نگفتی شوهر چه قصد لاغر است اندامش چه قسمی است؟ اندام هر بازو داری نمقامت کمر داره الله از درس دیروز یاد است چیزه؟ درس دیروز خانه که رفتم خوراک تو نمان مرا بیا بیشی جه پیشوری مارایش کو این شوهر دارایش از زیاد خوش داره
کمی آمد میفهمی؟ کمی آمد دست خودم میگردن من انداخت از اینجوری نواد چی کرد؟ الله گوش کنین استاد لرسید بشینید در سایتانا گوش کنین امی اکثریت وقت کیمیاوی و یکی تغییرات فیزیکی تغییرات فیزیکی از عادت میکنی چیزی که مثلا چوبا میشکنانیم این تغییرات فیزیکی شد تغییرات گوش کنین بله استاد سعی کنین خوب با مکتب میین برای درس متوجه باشین استاش چی میگه گوش بمانین برای مدرس پرسان استاد خود چه یک دفعه قصه میگم خوارک با تاکای رقم چشمای واسه که سیاهیش گم شده و دیگر تا خواب مانده دست برش قصه که در پالی شیشتی و بیچاره جام مانده استاد آرسی کرد 2 ماه پیش حال کل قصه شوی خدا که در خانه چی کردن چی نکردن قد خود چی گپازم میندما میکنه از تو خود چشمت این قسم پاره است این رقم از اینا را این قسم پاره میکنه تو چی کار داری دل ما استاد من از شاور داشتم یه گپ طبیعی یام شوی میکنه یام شوی میکنه نه چی دواری نه که بازوش قیقه باشه زیر سینه‌اش یک چیزی که محرم است یک چیزی که محرم است بزور میتند که شاور و خانم باید کسی بیرو خبر نشود استاد همین دخترای مجرد قد دخترای شیدار سنفش جدا میکنه نمیکنه این تصمیم ما ایره در میتنگ یاد میکنم که باید دخترها که کسی شاروسی کرده اونا در صنف جدا باشند کسی که مجرد است در صنف جدا باشند و شما قصه شاورتان ایجا نکنین اینا از اون روزی که قصه شاور خود ایجا بلند میکنم و در بیرون بچه یکای رقم خوش میایه من کدام گپ بعد نگفتیم چی گفتیم قصه شویده چرا در صنف میکنی خوارک قصه شوی تو نکنم بخشوی ندارم خوارک برای رقم دلشان کفیده دلشان تلخیده که شوی ندارن ما شکر شوی دارن به ترقی که شوی نداری بیشویک استاد من درس نمیخونم نو تاجم میام قصه شوی از اینا گوش کنم که پایش قسم است گوش قسمت بالا کده کی است ترشکدگی خود دستی که اونه از قوارید معلوم است ما شوی دارم تو ترشکدگی استیسای قوارید از شفتر رفتم برادر قندم خود قربان است نی خارج بوری گوشت خارج بوری گوشت فکر یک چوبان کباب جور کرده بود برادر قندم که میخوردش که برادر خود چوبان کباب میگفتن مسائل تو همین چوبان کباب که خوردم پنج کباب محترم کدام چیز دیگه هم لازم دارین او بیار بچه او بیار در جام بیار ای جگر خون در جام سر ورورت صدا که بچه سر ما صدا که ولا خربه کارت باشه برات میخرم نه میفهم برسه کدام چیز دیگه لازم دارین ما 2 نفر هستیم یک بوتل او چی نبردیم گفت سایز بس از بیادر بس از اما 12 متر سمیم قرب 12 متر بیادر ما جان مستی به قرآن ای ولا که خونه ما بکارت باشه ولا که سر دریغ کنه پدر نالت باشه دریغ میکنه باش خیمه خونه ما بکار همه حساب خلاص کنم نه بیشی تو بیشی تو حسابتان 115 افغانی شده کلش تشکر 115 افغانی ما میپردازم نه باش اید دیگه نمیتن اید دست نمیمون والله که افلاطون زمانیت بتا دست تماندی به خدا که دست با دیگه خدا گپ نمیزنم با قرآن گپ نمیزنم والله که با ماجد بجازی مرا بزنه که بیتی پسیشه نمیخورم باز به خدا بی شرف باشه که بیتی کی به شرف باشه با خود ما باشم خدا نکنه والله نه والله که بیتی والله که افلاطون زمانیت بتا بگیری قندم مرا کلی عمر ما در غیرت تیر شده بچه برای غیرت ما صدمه میرسه پیسه بیتی برو امید دفعه بال خیلی ما اجازه بده نمیدن یعنی ها نمیدن امکان نداره امکان نداره ما دیگه امید این دفعه هیچ امکان نداره ما پیسه ندم والله که افلاطون زمانه دادی خو نمیمون والله که برو نمیشم نه که خودم پیسه را نتم نمیشم یک با خدا که بانم یعنی برادر ما گفتن که پیسه را من میتونم با قرآن نمیتونی این پیسه را که ما بچه نه امکان که تو این پیسه را که من نتم نمیشه دیگه هیچ امکان نداره نه که پیسه را خود من نه پیسه را که من نتم مرا تو والله که بطو خدا که پیسه را مرا تو مرا والله که بطو نمیشه که ملاکو والله که شور والله که پیسه را که من والله که بارم خود من نتم خدا که بارم افلاطون والله که این پیسه نه میمونم پیسه را به خدا بدم نکو تو نکو من میتم این پیسه را ما میتم پیسه را نکو من میتم صبر تو باز خیال
8.5 ساعت پا میگه میرسه چی دوخته میرسه یه خالی تارار سه خیر دیگه حالا چطور کنیم دیگه برای من کالا جو جور کردی بیا او زن الو سلام علیکم سلام علیکم سلام شریف بخیر باشی سلامت باشی گناه یکی خود لیسیده رئیس بخیر بشین خوب هستی بخیر هستی بشین بیسو بیا پیش شاور من بیا تیلا جان پیش شاور بیا عید شما مبارک بخیر هستیم خیرت تا قبول باشه بخیر بخیر باشید آمدید سلامت باشید امین زنده باشین باشید بخیر باشید عید قربان است و ما یک چیز گرفته بودیم بردارم اینا رو نه یک گاو گرفته بودیم قربانی کردیم اونموره باز دو بند ماندیم اگه نمیم کالا را آورده شما از مالا هم خیاط رفتیم ایش نمیگرفت در بزرگزاده خیاط دادیم بخیر ایدتان مبارک باشه بیادر کی همیز چه قسم است؟ نه در فرق کنه چیزی باز او کی گرفته بود نی دو نه. قبلی که بچه همسایه ما گرفته بود یک کالای از اینی را میفهمی اینی کالا با تو را که سرش کار کردم 1,20,000 هرچی میگم کتا مصرفی نکو شوق این برای مویه بگم. زیره که کتا ما جور مصرفی کردم و کتا خرچی شنده بودیم باز این یک مویه زیره ما برش من کردم نگفتم که اول که 60,000 روپه 60,000 روپه دادم 60,000 روپه هنوزم مردکه خوشا به حالت خوارک خوشا به حالت گفته بوده که دفتر و بشینم تو میشه موید زرد میشه اجرای نظر اینی موتر را گرفتم بیادر با یعنی رنگه که 18,000 سفیدش 18,000 رنگ سفیدش ذوق ماست از ذوق ما گرفته اینی آبیش یا بیشم از ذوق ماست چه وقت میخریشه بخیر خریدمش خلاص خریده و دمی آمدی؟ از ذوقای ما بود 18,000 یک گرفتم با 26,000 شما سرمایه دار هستین دیگه ما خیلی نمیقدر زورمو میکشه که در خیاط کالا بتیم این ساعت امرای یاستین چطور میگه؟ چرا چوب بستی گپ بزن دیگه ما اینجا آمدیم چی دلش کفیده من خوب فکر میکنم اینا سایکو برادر امی این خزانه قسم نبودی تو بسیار بشر که مرد هستی اینی را خزان بخورم از خیره کار زنانه میکنه که اینی چوری مست اینی لاکت مست اینی ساعت مست اونو بوت براق مست اینی موی مست اینی از خانم تا بگو چیه اینی مویش است از جاروش استفاده میکنه مویش است اینی لباسش است اینی لباس ماست اینی اید ماست اخلاق ما سینه میگه اینه قدر ما دایید میتونیم چای بوره داریم بیاریم براتون چای بوره نمیتونیم براتون کلا پاچه رو بیاریم پیش لیتان بونیم اون دروازه ما بخورک برای حالا ما برید کردن آمدیم چرا بخیلیتان میای چرا حسودی میکنی خوش آمدین چیزایتون برای ما پیش نکشید یک نفر پیسه دار باز بریم پیش یک خانه که پیسه دار باشه بریم شما توربور ماست شما را نشان میتین سوز نشان میتونه بخیزین برای زنده باشین ایدتان مبارک باشه برای ببخشید اگه شما شرم نمیکنید گل صبح چطور جنگ میکنه نه اول من نگفتم که نبیاییم چرا پاسخانه ندارین؟ نه ما یک خانه داریم از غریبی من اول نگفتم اینجا نبیاییم شالا بریم اگر ابراهیم خوب است سک ناف خدا نشان میده بیا که بریم تو هم تطوی تو نشان بتش بخی برو بی غیرت تو خانه نشان بتش بخی تو شکتر خورنگ نمیته نه چرا رنگ میتونه بسیار سوا کردیم که سگ هم خانم تو سگ نخورده باش سگ هم علاج داره یاولی سگ هم داره؟ چه سوا کردیم یک روز بابا یک چیز صحیح نخریدی این حالا خوب شد این حالا خوب شد محترق نخریدی کالای برای میدم نمیکنم این خودم هم نمیپوشم گپ میزنی بابا نمیپوشم تو دیگه نمیشه کلگی میاد سر من روزگار استیا کردی من در بسته میکنم کالا نداری چه قسم شوی گرفتی اینا برقم رفت